سلام به کل ملت دوستی عزیز. امروز ولاگ کاملا متفاوت است چون رایان جان با ما است. رایان جان نکوچیم نکنه. ما تقریبا از خانه خود 3 الی 4 ساعت دور هستیم دوستان. 3 الی 4 ساعت دور هستیم. نو رایان نه رایان کجا میری؟ ست دوست عزیز، امروز من یک تصمیم بسیار خوب گرفتم به خاطر خود. رایان امروز از خانه خودی خو فرار دادم بگیم، دوزی کردم بگیم، چی بگیم دیگه. فعلا هم گفتم 3-4 ساعت از خانه دور هستیم، معلوم نیست کجا میریم، ولی امی که رایان پیشم است من آرامش دارم و با قصه دنیا هم نیستم. این ویدیو رو من به خاطر از این میگیرم که من میفهمم مریم پریشان میشه. مریم حتی شاید خبرم داشته باشه که من رایان بردیم. نکن وایپر روشن نکن دیگه بچه من. و من به مریم تسلی بودم که رایان پیشم است، پیش پدرش است، هیچ کار نمیشه رایان. از تو که خیلی بهتر مواظبت خود کردم و از این باید به پیش من میباشه دیگه. دلت جمع باشه. سعی کنیم که اگه افغانستان هم برم، اگه پاکستان هم باشم یا کشور دیگه هم برم، رایان جان مثل گل نگاه میکنم. از این لحاظ مریم تو تشویش نکو. خیلی روزا به پیش تو بود. من چقدر به تشویش ساختی. پیش تو رایان مریض هم شد، ولی من وعده میتونم که پیش من یک بار ناجور هم نشود، ناجور کوچک هم نشود. اینقدر انشالله ازش حمایت و حفاظت میکنم دیگه. رایان امرای ما همیشه خوش بود، بم داخل خانه امرای ما خوش بود، اکثر امرای ما ساتیری بکرد. طبیعتش به طبیعت ما میخوره، نه چون ما شوخ است و میام شوخ است دیگه. دوستی عزیز، یک خوشخبری برای شما بیننده هم هست، کسایی که دوست داشتین که رایان به پیش ما باشه. اینا وکیل آورد سر ما، پلیس آورد و وقتی که این کار اینا کردن من دیگه نو رایان نو من دیگه دست ششتم از اینا، دست ششتم. گفتم که وقتی اینا این کار کرده باشن هر کاری میتونن با ما بکنن. رایان شاید بر همیشه هم از ما دور بکنه، آله بر یک چند وقتی باش که موتر یک جا استاد کنم. دوستی عزیز، من اینا خدا میفهمه چی تصمیمات داشتن و دارن، نمیفهمم. شاید اینا به خاطر قناعت دادن من وکیل و پلیس که آورده بودن قناعت بدن که فعلا بچه پیش مریم میباشه. باز آیستا اینا من میفهم بدم که اینا کار میکردن که من از زنده بودن خود پشیمان میشدم. به خاطر همین من کار کردم که اینا از زنده بودن خود پشیمان باشن. و مریم جان زیاد تپ و تلاش هم نکن. رایان نمیتونی پیدا بکنی. ما جای قرار است بریم که روحت هم نخواد بتونه پیدا بکنن دیگه. فقط امیره میگم که تشویش نکن، پیشم است و خوشحال است. خب من برم وسایل بر رایان میگیرم. دوستی عزیز، هیچ چیز وارد داشتیم، فقط من موتر پیش از پیش بیرو استارت کرده بودم که رایان بیای و با قسم ما بتونم رایان از خانه بیرو بکنم. خوبی بیچاره خواب بود، این خواب برده بود، ما چشم خواب زده بودم دیگه. اونا مصروف شدن به خاطر لباس. اینا فکر کنم آمده بودن خانه لباس واردارن، سامان بازی گپا فکر کنم دیگه. و من زنگ زدن گفتن ما میم، ما گفتم بیا بخیر خوش میل دیگه. اینمی ظلم به حق مریم کردم. مریم خود زیاد به حق من ظلم کرده، من می ظلم کردم. امیدوارم که مرا ببخشه و دقیقش نباشه، دقیقش بچه نباشه، چون من از او خیلی بهتر مواظبت خود کردم. رایان چی گپه بچه؟ چی گپه؟ بند موندی رایان، بند مونده دوستا. اوکی بیرشو ما او طرف بره. خب ما او طرف برو او طرف برو.
دیگه اونم شد دوستا که از مخاو راه نوار داشتم دیگه با موترک انداختم. حالی هم 3-4 ساعت دور شدیم از خانه. گفتم باشه یک ولاگ هم بگیرم که هم شما خوش شوین و هم منی هم غمگین شوم. بریم دوستای عزیز که با راجان بعضی چیزا باید بخریم، اونا رو بخریم با شما که رایان عزیز لحاظ کم نمانیم. دوستی عزیز رایان داخل بوترک شاندیم. الان با رایان میگیریم یک دونه از این دودا شیرا، چون ما در پاکستانی را دود میگن عادت کردیم. ای BF3 اول که میخورد اول BF1 بعد از BF2 حالا کلون شده BF3 بعد از خیلی کلون شده BF4 هم هست. فعلا مچم دارن یا نه پیش خود نه فعلا نیست ولی BF4 هم هست. رایان دیگه چی بگیریم؟ با تو این طرف نگاه داری؟ سریلاک بگیریم؟ سریلاک باش که از کدوم سریلاک ها برای از اینا بگیرو؟ من از یاد مرفته با خدا. هر رقم میگیرم برای یا یک دونه از اینا هر رقم میگیرم. هر کدوم بر زیادتر خوش کرد بعد از باز همیشه از این چیزی که خوش کردم میگیرم برای از ایران. فکر کنم اپل، خجور، خرما و سیب. دیگه چی بگیرم رایان؟ پمپر بگیرم؟ پمپرکه بریم پمپر بگیرم برات. یگان دانه برای از این شیتروشک هم بگیرم باید باش که از کدام استفاده میکرد. فکر کنم که از او کمپانی که استفاده میکرد رایان نیست، شاید هم باشه باش بکنم. حال کلون شده دیگه، حال شاید از هم استفاده بتونه بکنه. یکی از اینا رو خود شما میگیریم که به نظرم نمی خوبه، به نظرم نمی خوب است. باش که نه یک ماه این خورد برای خورترکاز یک ماه پلاس است. این 0-3 ماه پلاس باش پیدا بکنیم. 1 سال بالاتر کدامش هست؟ 1 سال بالاتر 3 ماه 6 ماه 3 ماه 0 ماه 12 ماه. نه خود گلاس است. چرا 1 ساله نیه به خدا؟ آره دوستی عزیز پیدا شد 12 ماه، یعنی 12 ماه پلاس. از 12 ماه بعد از 1 سالگی به بعد از این میتونیم استفاده بکنیم. فکر کنم مارن بگی کجا استاد شدی تو؟ استاد نیجا خدا برسی باشیر بشانم. بشی من مفتی از جگا بشی میفهم جگی چاینه، میفهم بروسلی، میفهم بشی. خیلی نام خدا قوت داره، خدا قوت داره یا نیو. پمپر دوستی از این سایز 5 ندارن. ما سایز 5 از کمپانی خود پمپر استفاده میکنیم ولی شاید سایز 6 هم شوه. 5 سایز هست؟ 5 نیست میگه 6 شاید 6 هم میگیریم یا از دیگه جای پرسان میکنیم. گمش کن کلان نباشه. بیپ از این بیسکیت ها برای میگیریم دوستی عزیزی. خیلی خوب بیسکیت ها ناریالی هست و شکر خیلی کم استفاده شده دیگه. بدون شکر دیگه چیزا هم هست اینجا اونا رو هم میگیریم. یه هم خوب بیسکیتیه دیگه بدون شکر، چون شکر برای بچه ها خوب نیه. یه هم خوبه بدون شکر خواهد ولی کم شکر دارن. یک دونه برای از این اصل میگیرم. این خورده که خوبه، ما از این اصل استفاده میکنیم. خوبه دیگه. من نمیفهم کمپانی اصلی می باشه نمی باشه ولی این کمپانی میگن کمپانی اصلی است میگن دیگه. برادر از این سودا مودار بگرفتیم. رایان هر دقیقه وایپر روشن میکنه. خوش داره، خوش گروپ روشن میکنه این وایپر. سامان مامورا را گرفتیم دوستی عزیز حرکت بکنیم. طرف یکان گست هاوس بگویم، یکان مسافر خانه بگویم، معلوم نیست. یکان جا فعلا میگیریم. 1-2 شب گذاره میکنیم. بعد از با سعی کنیم یک تصمیم میگیریم که کجا بخیر بریم. نو با اشاره روشن کرد. رایان
باز اشاره میکنه اشاره. بریم دوستی عزیز، بریم. دعا بکنیم که همه چیز به خیرات باشه، به خیرات بشه و ما بتونم خوب از رانجان مواظبت بکنم. فکر کنم زنگ زده راستن. من باید موبایل خاموش بکنم، موبایل کسی از داخلش همون خاموش بکنم که از زنگا دل جمع شم. خدا فابیل از اون هست.